سیلندر پنوماتیک یک جور محرک خطی که با هوای فشرده کار میکنه تا نیرو رو به بار منتقل کنه. این مدلی که اینجا میبینید رایج‌ترین نوع محرک پنوماتیک دو طرفه است که توی صنعت استفاده میشه. از یه میله پیستون تشکیل شده. این میله نیروی هوای فشرده رو به بار منتقل میکنه. پیستون‌های ضربه‌گیر هم با این میله مونتاژ میشن. این پیستون‌های ضربه‌گیر هم از هر گونه شوک و تنش در انتهای ضربه جلوگیری میکنه. پیستون به صورت رفت و برگشته حرکت میکنه زمانی که دو طرفش اختلاف فشار وجود داشته باشه. یک سیل ثابت بین پیستون و میله آببندی کاملا بدون نشری ایجاد میکنه. گاید رینگ ها پیستون هم نصب میشن تا از تماس فلز با فلز پیستون و سیلندر جلوگیری کنن. سیل پیستون هم بین پیستون و سیلندر آببندی کامل ایجاد میکنه. تمام این مجموعه داخل یک سوراخ استوانه قرار میگیرن. این سیلندر معمولا از آلومینیوم یا فولاد ساخته میشه. کپ سیلندر یه طرف محفظه سیلندر رو میپوشونه و هد سیلندر هم طرف دیگه محفظه رو میبنده. ضربه‌گیرها و سیل‌ها در هر دو طرف سر سیلندر نصب میشن. پیچ‌های تنظیم ضربه‌گیر از هر دو طرف نصب شدن و ثابت هستن این پیچ‌ها و به کاربر اجازه میدن میزان ضربه‌گیری در انتهای کورس رو به صورت دلخواه تنظیم کنن. تمام این مجموعه با تایرات‌ها به صورت محکم کنار هم نگه داشته میشن. این میله‌ها هم تحمل فشار و هم تحمل کشش را برای عملگر فراهم میکنن. در دو سر سیلندر ایپورت‌های نصب میشن که محل ورود و خروج هوای فشرده است. یه شیر پنوماتیکی هم با استفاده از شلنگ‌های پنوماتیک به این ایرپورت‌ها وصل میشه. شیر نشان داده شده در اینجا یه شیر 5 پورته 4 راه است. پورت‌های A و B به سیلندر وصل میشن. پورت P به واحد تامین هوای فشرده مثل کمپرسور وصل میشه. پورت‌های R و S هم خروجی هستن و روی آنها صدا خفه‌کن پنوماتیکی نصب میشه. حالا بیایم ببینیم جک پنوماتیکی چجوری کار میکنه. هوای فشرده از طریق پورت ورودی P وارد شیر میشه. شیر هوا رو به سمتی که لازم است هدایت میکنه. همونطور که در انیمیشن میبینید در این حالت هوا به سمت پورت A حرکت میکنه. هوای پرفشار از طریق شلنگ پنوماتیکی به سمت کپ انتهایی سیلندر منتقل میشه. این باعث میشه فشار در سمت انتها زیاد بشه و پیستون رو به سمت سر سیلندر هل بده. با حرکت پیستون هوا در هد سیلندر فشرده میشه و از طریق شلنگ هدایت میشه به سمت شیر و از طریق پورت S خارج میشه و در نهایت هوا توسط سایلنسر یا صدا خفه‌کن خارج میشه. صدا خفه‌کن کمک میکنه که هر صدایی که از هوای فشرده در هنگام خارج شدن ایجاد میشه کاهش پیدا کنه. فرآیندی که همین الان دیدیم کورس باز شدن عملگر بود. برای برگشت سیلندر یا جمع کردن سیلندر شیر هوای فشرده رو به سمت هد سیلندر هدایت میکنیم. این باعث میشه پیستون به عقب برگرده و هوای داخل سمت دیگر سیلندر از طریق پورت خروجی آر خارج شود. نیروی عملگر برابر است با فشار وارد شده به پیستون ضرب در سطح مؤثر پیستونی که قرار فشار روی اون اعمال بشه. فشار نسبی یعنی فشار هوای ورودی منهای فشار جو. در زمان باز شدن هوای فشرده میتونه روی کل سطح مقطع پیستون فشار وارد کنه. این موضوع به ما فرمول نیرو رو میده که میشه فشار نسبی ضرب در کل سطح پیستون برای کورس باز شدن. اما هنگام جمع شدن سطح مؤثر پیستون کم میشه چون هوا نمیتونه روی سطحی که میله پیستون راد قرار داره فشار وارد کنه. به همین دلیل در جمع شدن فرمول نیروی ما میشه فشار نسبی ضرب در سطح مؤثر باقی مانده پیستون. هنگام طراحی جک پنوماتیکی باید اتلاف نیرو به خاطر استحکاک بین سطوح مختلف رو در نظر بگیریم. همچنین قطر میله پیستون و سطح اون کورس حرکتیمون از عوامل تعیین کننده ظرفیت و توان عملگر ماست.